سلام و صد سلام به شما بیننده های نازنین، بیادرها و خواهرای گل. باز هم من آمدیم با یک خبر داغ و جنجالی که از شنیدنش شاخ میکشین. والله اگر دروغ بگویم در این 10 روز اخیر از 20 تا 29 ژوئن 2026 در ولایت زیبای بدخشان یک فیلم اکشن هالیوودی جریان دارد که تام کروز هم ببینه انگشت به دهان میمانه و میگوید عجب بدکارانی. قصه از این قرار است که بین طالبان محلی به سرکردگی جمعه خان فاتح و برادران رازی در مرکز کابل یک دعوای حسابی و سر چوک در گرفته که بیا و تماشا کن. حالا قصه چیست؟ کابل میگوید او برادر، ما حکومت مرکزی هستیم، کل تشکیلات باید زیر نگین انگشتر ما باشد، اما جمعه خان فاتح در بدخشان یک چای سبز غلیظ دم کرده، پاهایش را روی میز انداخته و میگوید برو بابا، اینجا بدخشان است، بام دنیا، ما خودمان پادشاهیم، شما در کابل بروید همون ترافیک کوتاه سنگیتان را حل کنید، زور شما به کوههای ما نمیرسد. یعنی شاخ به شاخ شدن رقم فیل و گرگدن که هر دویشان فکر میکنن پادشاه جنگل هستند. در روزهای اول یعنی بین 20 تا 22 ژوئن کابل چند تا از کلانکارهای خود را با موترهای شیشه دودی و لکسوس روانه بدخشان کرد که بروند جمعه خان را نصیحت کنند، اما منابع موثق ما که در همانجا پیسته میشکنند با ما گفتند که جمعه خان فاتح بجای جلسه رسمی آنها را برده بر سر کوه پامیر، گفته اینجا هوا خنک است، مغزتان یخ میزند، زودتر پس بروید که زکام نشد. بیچاره هیئت کابل هم از ترس خرسه های بدخشان و سرمای استخوانسوز با دندبک فرار کردند. کجا؟ کابل. بعد از این آبروریزی در 23 و 24 ژوئن مقامات مرکزی در کابل قهر کردند و گفتند اوهو اینطور است، ما قطعه سرخ و زرد و آبی خود را روان میکنیم. اخبار موثق پرونده های آسمان کابل میگوید که چند تا هلیکوپتر را پر کردند که بروند بدخشان را تسخیر کنند، اما جمعه خان با یک خنده ملیح و قماندان های کابل پیام داده بیادر، طیاره های شما در هوای بدخشان نفس تنگی میگیرند، بیایید پایین یک پیاله چای بخوریم بعدش تسلیم میشویم، که البته باز هم کابل بازی خورد و طیاره ها با باک خالی به کابل برگشتند. حالا واکنش شخصیت های سیاسی را بشنوید که از خنده روده درد میشوید. یکی از رهبران فراری در لندن توییت زده که من از اول میدانستم اینها سر یک کاسه آب شور هم دعوا میکنند. یک کاسه آب شور. من آماده هم بیایم حکومت را بگیرم. یکی دیگر از ترکیه لایو فیسبوک مونده و در حالی که کباب ترکی میخورد با چشمان گریان گفته ای وای وطن وای، جمعه خان اگر کمک کار داشتی شماره حساب روان کن، ما از اینجا برایت لایک و قلب میفرستیم. یعنی حمایت های سیاسی در حد استیکر واتساپ و فیسبوک. سازمان ملل متحد هم که هیچ وقت بیکار نمی نشیند یک اعلامیه داده که طولش از شاهرای کابل مزار هم درازتر است. در اعلامیه گفته ما عمیقاً شدیداً و غلیظاً ابراز نگرانی میکنیم، لطفاً دعوا نکنید، اگر دعوا میکنید هم حداقل به محیط زیست و پلنگ‌های برفی بدخشان آسیب نزنید. یعنی سازمان ملل متحد بیشتر نگران آرامش اعصاب پلنگ‌های برفی است تا اینکه ببیند جمعه خان و کابل چی بلای سری هم میآورند. والله حق هم دارند. پلنگ برفی این روزها از سیاستمدارها کمیابتر است. در روزهای 26 و 27 ژوئن تازه گپی اصلی فاش شد. منابع موثق که ناخواستند نامشان فاش شود، یعنی چون میترسیدند گوشه هایشان را ببرند، به ما گفتند که کل این جنجال ها سر معدن طلای راغستان و لاجورد کران و منجان است. کابل میگوید پیسه اش را روان کنید که در کابل، پکتیا، قندهار، هلمند سرک پخته کنیم. جمعه خان میگوید بیا در جا، طلای بدخشان فقط برای خریدن پلو و گوشت لندی برای بچه های بدخشان است. شما بروید از گمرک ترخم پول پیدا کنید. دیروز یعنی 28 ژوئن وضعیت به اوج کمدی خود رسید. سخنگوی حکومت مرکزی در کابل، حکومت طالبان، یک کنفرانس خبری تشکیل داد و با اخماهای در هم رفته گفت جمعه خان فاتح هیچ مشکلی با ما ندارد.
فقط یک سوی تفاهم کوچک خانوادگی است. در همان ثانیه یک ویدیو از جمعه خان در تیک تاک نشر شد که با بچه هایش در حال اتن کردن است و زیرش نوشته ما اینجا در بدخشان مستقل شدیم. کابل کی است؟ یعنی سخنگوی کابل را در حد یک مجری برنامه های کودک پایین آورد. و اما امروز 29 ژوئن 2026 آخرین گزارش ها نشان می دهد که هر دو طرف در حال سنگربندی هستند، اما از نوع دیجیتالی کابل اینترنت بدخشان را ضعیف کرده که جمعه خان نتواند لایف بگذارد و جمعه خان هم تهدید کرده که اگر اینترنت را جور نکنید آب دریای کوکچه را برای کابل میبندم. یعنی حالا اینکه آب کوکچه اصلا به کابل نمیرسد مهم نیست، مهم ابعاد و کلاس تهدید است. بیادر که جمعه خان را دارد، جمعه خان آن را دارد. خلاصه بیادر و خواهرها، این بود قصه در روزه ما از جنجال های بدخشان. یک طرف حکومت مرکزی با قیافه های جدی و تیاره های نفس تنگ، یک طرف دیگر خان فاتح با خنده های جمعه خان فاتح با خنده های شیطنت آمیز و کوههای بلند بدخشان. تا گزارش های بعدی و یک دعوای زرگری دیگر شما را به خدای بزرگ میسپارم. یادتان نرود در این روزگار فقط باید پفک نمکی بگیرید و این سریال های وطنی را مثل سینما تماشا کنید. خدا نگهدارتان.